به سوئد میریم و با علی عالمزاده به گفتگو می‌نشینیم. آقای عالمزاده درود بر شما، به همراه دکتر حسین یزدی روی برنامه هستیم. گرمترین و سرمایه‌ترین درودهای بنده رو پذیرا باشید جناب آقای فراهانی گرامی و یکایک بینندگان عزیز و ارجمند. ضمن اینکه درود ویژه دارم حضور مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر یزدی که برای حداقل شخص بنده سمبل مقاومت و میهن‌پرستی هستن. امیدوارم که در کمال صحت و سلامت باشید. در خدمت شما هستم. بسیار متشکرم. آقای عالمزاده، شما مسیر پناهندگی ترکیه، زندان عراق، کوهستان‌های عراق، در زندگی با در کردستان عراق رو تحمل کردیم. هموطنمون آقای طبسی، آقای ذوالفقاری و دیگران، چند خانواده ایرانی در شرایط بدی اونجا هستن. چه میتونیم برای اینا بکنیم یا چه باید بکنیم؟ هیچ کس بهتر از شما در مورد این قضیه اکسپرت نیست. پیش از هر چیز من فکر میکنم که به علت شرایط بد و این قطع شدن‌های پی در پی تماس تلفنی با آقای طبسی، جان مطلب اونطور که هست و اونها اونجا باش دست و پنجه نرم میکنن ادا نشد. من اجازه میخوام یک شمه کلی از وضعیتی که آقای محمد قمری طبسی به عنوان یک جوان ایرانی دارای سابقه زندان و مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی در عراق الان داره رو برای شما عرض بکنم. خوشحال میشم. مسئله این است که اصرار دارید که جنگ به صورت رسمی در کشور عراق مدت هاست که تمام شده، اما بعد از اون جنگ غیر رسمی در کشور عراق وجود داره که در این جنگ اصولا تقابل چندین و چند دستگاه اطلاعاتی عملا مشخصه و ما در واقع اخبار رسمی و غیر رسمیش رو میدونیم و مسئله این است که شما ببینید که کشورهای درگیر مثل امریکا، مثل بریتانیا و یا کشورهایی که در اونجا نیروی نظامی دارن، در قسمت شمالی عراق کره جنوبی اونجا فعال هست. خب اینا هر کدوم دستگاه‌های اطلاعاتی دارن که دارن اونجا کارهای اطلاعاتی میکنن. ضمن کشورهای منطقه از جمله وزارت اطلاعات ایران، اطلاعات سپاه، نیروی قدس سپاه که عملیات برومرزی اطلاعاتی عملیاتی انجام میده، میت ترکیه، اطلاعات سوریه، همه اونها اونجا در واقع مشغول یک مجموعه از فعالیت‌های اطلاعاتی هستند. این شرایط اسباب این رو به وجود میاره که یک ناامنی مشهود و مشخصی اونجا وجود داشته باشه. حالا شما فرض بفرمایید که در یک همچین شرایطی یک تعدادی از هم‌میهنان ما با خانواده در این فضای ملتهب متشنج که هر دستگاه اطلاعاتی دنبال منافع خودش هست، در این وضعیت نابسامانی و سرگردانی اونجا دارن زندگی میکنن و تلاش میکنن برای اینکه بتونن جان خودشون رو واقعا در درجه اول نجات بدن. ضمن اینکه مرزهای طولانی که کشور ما با کشور عراق داره اسباب آمد و شد بسیار سهل و آسانی رو در اختیار عوامل اطلاعاتی حکومت قرار میده. کمان که اصلا در شهری که آقای قمری طبسی الان اونجا هستن در اربیل عراق یک قرارگاهی است به نام قرارگاه رمضان که به صورت کاملا رسمی اطلاعات سپاه در اونجا کارهای خودش رو سازماندهی میکنه. از دیرباز هم که استحضار دارید بحث‌هایی از اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی در اونجا فعال بوده، مثل حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کمله زحمتکشان، سازمان خبات، حتی سازمان مجاهدین خلق و فاس آزادی. پس از این شرایط در واقع میشه اینطوری برداشت کرد که اساساً حکومت جمهوری اسلامی و دستگاه‌های اطلاعاتیش بسیار روی منطقه حساس هستند و بسیار با نفوذ. پس یک وضعیت آشفته و اسفناکی از نظر امنیتی برای آقای قمری طبسی و خانواده‌اش هست. ضمن اینکه خب تا چند وقت پیش که قمری طبسی و خانواده‌اش و امثال او از ایران فرار بکنند و جانشون رو بخوان نجات بدن، با عوامل جمهوری اسلامی، با بازجوها، با بسیج، با اطلاعات، با زندانبان در حال جنگ بودن. الان وضع به جای رسیده است که به خاطر این تمام مشکلاتی که در اون منطقه وجود داره، کار به جای رسیده است که با مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی، مشکلات درمانی دارن می جنگن. ضمن اینکه عقرب و مار و سرما و
بلا تکلیفی هم متاسفانه به اینها افزوده شده، با وجود اشتیاقی که به هر حال هر کسی ممکن است در اون وضعیت داشته باشه برای نجات دادن خودش. این خواست ما رو در واقع اجابت کردن و همونطوری که شما هم توضیح دادید اعتصاب غذای خودشون رو برای تحت شعاع قرار نگرفتن اخبار اعتصابیون یونان شکستن، برای اینکه خبرها فوکوس بشه اونجا و اونجا نتیجه بگیرن. خب خوشبختانه در یونان دوستان نتیجه گرفتن، ولی الان من فکر میکنم که همونطور که شما هم فرمودید زمان این است که به دیگرانی که احتیاج دارن به کمک ما بپردازیم و به اونها یک کمکی رو بکنیم. من در خدمت شما هستم. آقای عالمزاده، شما که در این مسیر رو طی کردید و شرایط مشابه یا شاید بدتری هم داشتید به دلایلی که خودتون میدونین، اینو چگونه الان باید کمکش کنیم؟ آیا زیر فشار قرار دادن UN کافیه یا باید کارهای دیگه ای هم در این مسیر انجام بدیم؟ مسئله اینجا هستش که UNHCR یعنی کمیساریای عالی پناهندگان حقوق بشر در اونجا در همون شهر البیت که الان دوستان ما در برابر احسان کردن در اون بیابان روبروش دفتر داره، ولی مسئله اینجاست که چندین سال پیش در خلال همین ایام جنگ و بعد از جنگ یک انفجاری صورت میگیره که سازمان ملل یک تعدادی از نیروها از دست میده و بعد از اون دفتر UNHCR یک مقداری کمکار هست و یک مقداری در واقع دیگه اون حالت اکتیو و فعال سابق رو نداره. متاسفانه من این انتقاد رو هم بهشون چه در اونجا در عراق داشتم و همچنان همین انتقادم برجا هست. افرادی که در اونجا کار میکنن خصوصا کارمندان بومی یک مقداری انگار متوجه مشکلات ما نیستن. ضمن اینکه با وجود همه این مسائل به هر حال من فکر میکنم که از واژه فشار استفاده نکنیم. اونها به هر حال یک وظایفی دارن طبق تعهدات بین‌المللی که باید کارهای خودشون رو انجام بدن. همونطور هم که شما فرمودید فشار استفاده نکنیم، ولی اینها رو متوجه مسئولیت‌ها و تعهداتی که خودشون کردن بکنیم. از این طریق نشستی صورت گرفته است که در جریانش هستیم و شما هم فرمودید نامه‌ای آماده شده است که دوستان اگر محبت بکنن نام خودشون رو به اون نامه که به زبان انگلیسی هستش و از طریق ایمیل آدرس ها به دستشون میرسه اضافه بکنن و فکس بکنن یا ایمیل بکنن. این امکان وجود دارد که سازمان ملل مستقر در عراق به هر حال یک تصمیم کاربردی رو در مورد آقای طبسی، در مورد خانواده‌اش و طبسی هایی که در اونجا در این وضعیت هستن و وضعیت بسیار اسفناکی هست بگیره. اگر که دوستان قبول زحمت فرمودند و به هر حال به این همیهن ما کمک کردند، خب بسیار نیکوست. اگر از اون نامه بهره جستند که اسباب تشکر و سپاس. اما اگر هر پیام دیگری در صورت عدم موافقت با مندرجات اون نامه احتمالاً خواستن ارسال بکنن از طریق ایمیل یا فکس، من تمنا میکنم که ادبیاتش فاخر باشه و در واقع به هر حال اینها سازمان‌های وابسته به سازمان ملل هستن، نهادهای وابسته به سازمان ملل هستن و سازمان‌های بین‌المللی. من فکر میکنم که اونطوری که در شأن و شخصیت ملت ما و مبارزه آزادیخواهانه مردم ما هست به هر حال ادبیاتی تنظیم بشود و از اونها تقاضا بکنیم که بر ترتیب این کار رو انجام بدن. استفسار دارید که 63مین روز تحسن گروهی است که به هر حال آقای قمری طبسی هم در بین اونها هستن و خانوادهشون، همونطور که فرمودید فرزند نوجوان قمری طبسی بدون امنیت روانی، بدون آسایش، بدون داشتن یک فرصت برای بالندگی و پیدا کردن شخصیت خودش در یک جامعه سالم اونجا در اون حالت به سر میبره. همسر فداکارش آقای طبسی، همسر فداکار آقای طبسی به هر حال در اون وضعیت اینجا هستند و به جای اینکه مثل بسیاری از خانواده های دیگر سر و سامانی داشته باشند و پیروبر به هر حال مسائل عادی جامعه رفع و رجوع بکنن، مشکلات زندگیشون رو با عقرب و مار و اینجور مسائل متاسفانه اونجا درگیر هستن، گرفتار هستن و میدونم که ایشون رو مار نیش داده بود حتی و زیر سرم رفتن. این وضعیت اسفناکی است که قمری طبسی داره و من سعی کردم به خودم شنیش رو بیان بکنم
و این مشکل قمری توسطی نیست، مشکل همه ماست که مدعی این هستیم که کشورمون توسط حکومت جمهوری اسلامی اشغال شده و میخوایم که به یک آزادی برسیم. من در خدمت شما هستم آقای عالمزاده. از شما بسیار بسیار متشکرم. کاملا صحیح میفرمایید. شرایط کشورمون اینطوری است که باید اگر حکومتی نداریم، اگر دولتی نداریم، اگر کسی رو نداریم که به عنوان سرپناه و پناهمون باشه، باید خودمون در کنار یکدیگر با همدیگه برسیم و بتونیم با مقاومتمون تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی رو از پای دراریم با یکدیگر باشیم و به فردای بهتر ایران فکر کنیم. از شما بسیار متشکرم جناب عالم.